درود همراهان عزیزم. به کانال زندگی به سبک قرآن خوش اومدین. قبل از هر چیزی از شما خواهشمندم که با لایک و سابسکرایب و کامنت گذاشتن و روشن کردن زنگوله از کانال خودتون حمایت کنید. آیت الله بهجت می‌فرماید که ما اذکاری داریم که اگر خوانده شود ردخور ندارد که اجابت دعا صورت نگیرد. یکی از این اذکاری که آیت الله بهجت بر خواندن آنها مداومت می‌کردند و به گفته ایشان که می‌فرماید من ضامن این ذکر هستم که اگر این ذکر را با خلوص نیت بخوانید ردخور ندارد که حاجت روا نشوید و زندگی شما از همه لحاظ بهتر و با کیفیت تر نشود. امروز در این ویدیو قصد دارم در مورد ذکری که آیت الله بهجت با آن بسیار پایبند بودند و بر خواندن آن مداومت می‌کردند براتون توضیح بدم. لطفاً تا پایان این ویدیوی ارزشمند با من همراه باشید. این ذکر به حدی که پرفضیلت و پربرکت است که برای هر حاجتی اگر خوانده شود 100% حاجت روا می‌شوید. یکی از شاگردان آیت الله بهجت نقل می‌کردند جوانی برای خواستگاری دخترم آمدند ولی چون از نظر دینی او را پسند نکردم جواب رد دادم. خانواده آن جوان به سحر و جادو دست زدند و اتفاقاً مؤثر واقع شد. به گونه‌ای که از گوش کنار منزلمان آتش بیرون می آمد و ما حد زدیم که کار خانواده همان جوان می تواند باشد و واقعاً درمانده شده بودیم. لذا به خدمت حضرت آیت الله بهجت رسیدیم و جریان را عرض کردیم. آقا فرمودند انشاءالله دیگر آتش نمی آید. یکی دیگر از طلبه‌های اصفهانی میگوید زمانی برای خودسازی از نفس چند ماهی به مشهد مسافرت کردم. روزی خدمت حضرت آیت الله بهجت رسیدم. ایشان بدون سوال پرسیدن فرمودند خودسازی به این شکل فایده ندارد جوان. به اصفهان بروید و مادرتان را خوشنود کنید. گفتم نمی شود و کمی با ایشان بحث کردم. وقتی که از خدمتشان مرخص شدم به این فکر فرو رفتم که بنده در مورد این مسئله اصلا با ایشان سخنی نگفتم. پس آقا از کجا می دانست که من با مادرم مشکل دارم؟ سپس برگشتم و از آقا معذرت خواهی کردم. جناب حجت الاسلام شعبانی نقل کردند آن هنگام که میخواستم در ملأ عام لباس روحانیت بر تن کنم و مراسم عمامه گذاری داشتم به دست مبارک آیت الله بهجت به مسجد ایشان رفتم. ایشان پس از اینکه عمامه را بر سر من گذاشتند از من سوال کردند مشغول چه درسی هستید؟ در آن هنگام بنده تقریبا تمام کرده بودم اما تعدادی از کتاب‌های کوچک این مجموعه فقهی را نخوانده بودم و آن هنگام توجهی به این مورد نداشتم. لذا در جواب آیت الله عرض کردم درسمو تمام کردم. در آن لحظه گویا احساس کردم آثار ناراحتی بر چهره ایشان ظاهر شد و به من فرمودند نجات در راستگویی است. این جمله مرا به فکر فرو برد که برای همه دعا کردند، پس چرا این جمله را به من گفتند؟ چون کمی تأمل کردم فهمیدم که چند باب از کتاب‌هایی را نخواندم و درسم را حقیقتاً به اتمام نرساندم. به همین خاطر دوباره نزد آقا رفتم و عرض کردم من چند کتاب کوچک از درسم مانده و من اون لحظه به ذهنم نیامد و در واقع من هنوز درسم رو کامل تمام نکردم. بعد از گفتن این حرف آثار خوشحالی را در صورت آقا مشاهده کردم که در آن لحظه برایم دعای خیر کردند و به من فرمودند که آن لحظه که گفتم نجات در راستی است این را سرلوحه زندگیت قرار بده و تا ابد با همین جمله زندگی کن. ذکری که آیت الله بهجت برای همه اینهایی که خدمتتون عرض کردم میخواند و به خواست خدا حاجت روا میشدن اون افراد، ذکری که آیت الله بهجت برای تمامی افرادی که به او مراجعه میکردند و از او طلب کمک برای رسیدن به خواسته هایشان مینمودند این ذکر است: لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. 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 این ذکر رو سرلوحه زندگیتون قرار بدین. برای هر مشکلی که دارین بر خوندن این ذکر مداومت کنید و مطمئن باشید که حاجت روا میشید. حضرت آیت الله بهجت میفرماید که اگر این ذکر را بعد از نمازهای واجب خود بخوانید بی نهایت پرفضیلت است و من شخصا خودم این ذکر را ضمانت میکنم که هر مشکلی که داشته باشید با گفتن این ذکر حتما مشکل شما حل می شود.
تا ابد این ذکر رو سلاحه زندگی خودتون قرار بدین که این ذکر میتونه به قدرت الهی تمام مشکلاتتون رو به دست خداوند بزرگ حل کنه. ممنون از شما دوستان عزیزم که تا پایان این ویدیو همراه هم بودین. لطفاً برای حمایت از ما لایک، سابسکرایب و فعال کردن زنگوله یادتون نره. و اگر این ذکر رو خوندین و حاجت روا شدین، لطفاً نظر خودتون رو از قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارین تا دوستان بیشتری امیدوار بشن و از این ذکر پرفضیلت استفاده کنن. این ویدیو رو برای دوستان و آشنایان و عزیزانتون بفرستید که اونا هم از این ذکر پرفضیلت استفاده کنن و حاجت روا بشن. تا ویدیو بعدی، خدا یار و نگهدارتون.